نوروز آمد! نوروز آمد! نوروز! بزم گل در چمن نوروز است، صوت گل گلفکن نوروز است، تا فلک ها سخن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. بهار آمد به نکروزی، بچین گلهای نوروزی، بپوش طاقی گلدوزی، بهاری لاله‌زار آمد. تجلیل تنتنه‌های نوروزی در شهر باختر، مرکز ولایت ختلان که تاریخ خیلی کهن داشته، هنوز در زمان کوشانیان سده‌های 1 و 3 میلاد وجود داشت. طبق منابع تاریخی، باختر در عصرهای 10 و 13 یکی از 2 شهر کلانی بخش بوده. اهالی شهر با کاسبی، کلالگری و بافندگی مشغول بودند. حالا مساحت شهر باختر 26 کیلومتر کوادراتی بوده. اهالی آن 127,000 نفر است. چون دیگر مناطق تاجیکستان، اینجا نیز جشن نوروز با همه شهامت و شکوه خاص تجلیل می گردد. عادتاً با فرارسی سال نو یعنی نوروز، مردمان ما به تازه و رنگبار کردن خانه می پردازند. این به آن خاطر است که همه نیک و بد سال کهن در گذشته بماند. این رمز پاکسازی روح و زندگی است. مردم بر آن باورند که با تازگی، برکت و خوشبختی وارد کلبه آنها می گردد. مردم نه تنها خانه ها را بلکه قلب ها را پاک می سازند و کینه ها را فراموش می کنند. سومنک یکی از عنعنه‌های قدیمی مردم تاجیک بوده. بهر تیار کردن سومنک بی های ما زحمت های بسیار میکشند. برای تیار کردن سومنک برای ما طول 7 روز لازم است که سومنک ما با اغرک های خود کوفته وی را شیرش را میبروریم تا که شربت وی آماده گردد. این عنعنه در بین بانوان ختلان زمین بسیار رونق و رواج یافته است و در طول یک شبانه روز سومنک را آماده می سازند و گرد یک دسترخوان نشسته سرودخوانی می کنند، شعرگویی می کنند و خاطر خود را شاد می کنند. به همین طریق صبح کشید سومنک ما الکی پخته به مقصد می رسد. سومنک رمز نوروز است. این تنها یک طعام نیست. این رمز زندگی، سبزیش و امید است. تاریخ سومنک نیز از زمانهای خیلی قدیم سرچشمه می گیرد. آن از گندم سبزیده آماده می شود. گندمی که خود رمز حیات و احیاست. در فرهنگ ما سومنک نشانه فراوانی و برکت است. یعنی در خانه ای که سومنک پخته می شود، اهل این خاندان سال پرفیض و نیکی خواهند داشت. شب پیش از نوروز زنان و دختران جمع آمده گرد دیگ کلان آتش می افروزند و سرودخوانی نموده سومنک می پزند. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خاک ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خاک ما دفچه زنیم. چو شکر شیرینی دارد، خود به خود رنگینی دارد، طعمی او شیرینی دارد. عید نوروزی مبارک. سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خاک
خاک ما دفچه زنیم، سومنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خاک ما دفچه زنیم. این تنها پخت و پز نیست، این یک مراسم است. زنها با نوبت دیگ را میکوبند و آرزو میکنند. هر یک حرکت با نیت نیک انجام داده می شود. گفته می شود که هنگام پختن سومنک باید تنها فکرهای خوب کرد. به دیگ سومنک چهارمغز یا سنگچه ها می اندازند و باور دارند که کسی سنگ یا چهارمغز را در کاسه خود یابد به آرزوی خیش می رسد. سال منصری کنه، دنیا را تنجی و امانی کنه. همتون فرزنداتون تربیه خوب تین. دخترات سومنکا را برده همسایه‌ها را تقسیم کنین. روز نوروز همه مردم در باغ یا تپه جمع آمده با هم این سال نو اجدادی را تجلیل می کنند. نوروز یکی از قدیمترین و مقدسترین جشنهای بشریت است. جشنی که نه تنها آغاز بهار بلکه آغاز حیات نو، تازگی، امید و احیای طبیعت را تجسم می کند. در نوروز چاره‌بینی های گوناگون از قبیل گوشتین، بندکشی، دستخوابانی، مسابقه های ملی و البته رقص و سرود دایر می گردد. در جشن نوروز جوانان با گوشتینگیری زور بازوی خود را نمایش می دهند و این هم طبق مأخذهای تاریخی یک فلسفه خاص خود را دارد. این همه رمز قوت، شجاعت و وحدت است. در جشن نوروز خرد و بزرگ پیراهن عیدانه به بر نموده به نوروزگاه می روند. کودکان به گلچینی، بازیکنی و شعرخوانی مشغول می شوند. مخصوص برای عید نوروز شعرهای نوروز از بر نموده شعرخوانی می کنند. نفسی تازه نوروز مبارک باشد، چهره پاک و دلافروز مبارک باشد، همه جا خرمی و تازه جوانی بینیم، جشن فرخنده و پیروز مبارک باشد. فرخنده بهار آمد، نوروز مبارک باد. خندیده نگار آمد، نوروز مبارک باد. سردی زمستان رفت با برف شب هجران، عاشق بر یار آمد، نوروز مبارک باد. نوروزی نوبهار است، گل در میان خار است. نوروزی
نوروز با شهرت و شهامت آمد، با نظم و نظام شان و شوکت آمد. بگذشت از صد دهه و شهر عالم، بر کشور بخت و صلح و وحدت آمد. نوروز بیا، هر نفست بوی بهار است. رخسار تو آینه دلجوی بهار است. هر لحظه خمار تو گیرد جمله جهان را. آن قلب تو آشفته دلجوی بهار است. نوروز تنها یک عید نیست، این فلسفه است. این طرز زندگی مردم تاجیک است. این پیوند انسان با طبیعت، با گذشته و با آینده می باشد. از این رو سرودهای فلکی بیشتر خاص نوروزند، چون که در کوه و پشته صدا می دهند و این هماوازی انسان با عکس صدای کوهساران است. و بلبل سری شاخ چچه سر میکند، ای از نکهتی نوروزی خبر می کند. و گل دختری تاجیک با ناز خیرام، و پیراهنی گل دوزی ببر میکند. پیراهنی گل دوزی ببر میکند. ما اطلاع بهاری رو تیار کرده از ما اول زوالا میگیریم، ای تخم، ای روغن، ای آرد. بعد زوالا را کدک تیار میکنیم با نخود و لوبی و علفای بهار. نه جغ پودینه گرفته در یک میاندازیم. آراستن خوان نوروزی و پختن خوراک‌های ملی نیز یک آیین زیبای نوروزی است. خوراک‌های ملی از قبیل آش بریده و آش توپه، دلده و شکراب بیشتر با علف و گیاه‌های سبز بهاری آماده کرده می‌شوند که از لحاظ طبی برای سلامتی خیلی منفعت بخشند. نوروز شد و ولی نوروزم نیست. نوروز شد و ولی نوروزم نیست. گل را چی کنم که یاری دل سوزم نیست. گل را چی کنم که یاری دل سوزم نیست. نوروز آنجاست که یاری دل سوز آنجاست. نوروز آنجاست که یاری دل سوز آنجاست. خالیس جهان که یاری دل سوزم نیست. خالیس جهان که یاری دل سوزم نیست.
گذشته دور اجدادان ما هنگام فرارسی سال نو یعنی که نوروز فرخنده پی و چنین منظرهای سرسبز و زیبا برآمده خوراک‌های ملی میپختند، سرود و ترانه‌خوانی و شادی میکردند و شادی البته از آن خاطر بود که با فرارسی سال نو آنها امکانی شروع به کشت و کار داشتند و این معنای آن را داشت که به دست آوردن زراعت و حاصل نو این نشان فیض دسترخوان هر یکی آنها بود. یکی از نامگوی نانهایی که مردم تاجیک آماده می کنند این تحمال است که خیلی خوشمزه بوده. بیشتر ساکنان ولایت ختلان آن را آماده می سازند. تحمل یکی از پخت و پزهای ملی تاجیکانه ما به حساب می رود که ما همه وقت در جشن و مراسم ها، در تویها، در نوروزی ها علل خصوص تیار میکنیم که این خوان تاجیکانه ما را یک زیب و زینتی خاص میدهد. تحمل، محصولات تحمل یعنی که ما تحمل را وقتی که با آب و روغن و تخم تیار میکنیم بعد با قیماق خانگی مالیده ته کرده میمونیم تیار میکنیم و با روغن زرد میپزیم که این یک مزه و لذتی خاصی خود رو دارد و تحمل برای همین از قلمه فرقیت دارد که با محصولات های این دیگر از بچم انم تیار میکنیم. خوش رو پخته تیار میکنیم. این رو با علوی پست گل میگذرد موسمی گل میگذرد ما ششنه و تار چنگی گل میگذرد این سال گذرد سالی دیگر باز آیده تا سالی دیگر عمری جوانی گذرده گر تک شکنی بخته گل بدوانی بخته زیباغت گل بچینم گل بدوانی بخته زیباغت گل بچینم گل بدوانی بخته زیباغت گل بچینم گل بدوانی بخته. این جشن از زمانهای خیلی قدیم هنوز در دوره تمدن آریایی به وجود آمده است. گفته می شود که اساسگذار رمزی نوروز پادشاه افسانوی جمشید می باشد. طبق روایت ها جمشید در همین روز به تخت نشسته است و مردم این روز را همچون آغاز سال نو جشن گرفتند. از همین سبب نوروز رمز پیروزی روشنایی بر تاریکی و پیروزی گرمی بر سرما حسابیده می شود. نوروز با علم نجوم نیز سخت علاقمند است. این روز به برابر شوی شب و روز یعنی اعتدال بهاری راست می آید. در این روز طبیعت بیدار می شود، زمین نفسی تازه می گیرد و زندگی از نو آغاز می یابد. آیین زیبای دیگر نوروزی این الوانچک بازی و شعرخوانی است. ای نوروز بنا بهار کی میبینومه ای گلها را به شش قطار کی میبینومه ای گلها را به شش قطار کی میبینومه ای گلها را به شش قطار در فصل بهار ای گلها را به شش قطار ای در فصل بهار ای دنیا را به یک قرار کی میبینومه ای دنیا را به یک قرار کی میبینومه
چشمه ای باغی بلبلان ای وطنم ای خوش باد و هوایی بوستان ای وطنم ای خوش باد و هوایی بوستان ای وطنم ای باد اگر باز برد بر وطنم ای باد اگر باز برد بر وطنم ای دل پاره کنم یادی غریبی نکنم ای دل پاره کنم یادی غریبی نکنم ای دل پاره کنم یادی غریبی نکنم گلی سیاه گوش هفت رنگ است خوراکی کپک دلتنگ است همیشه بر سر از جنگ است بهاری نو مبارک باد نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد مرغان هوا جمله بکردم پرواز مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد بهار آمد بهار آمد گلی سوسن قطار آمد به دهقان وقتی کار آمد بهاری لاله‌زار آمد گلی سیاه گوش خوشگردان طبق پر کن و دست گردان بده بر دست گلگردان بهاری نو مبارک باد یکی از رمز نوروزی به مثل سومانک این دسترخوان هفسین و هفشین می باشد که در دسترخوان ما به مثال سومانک، شکراب، شیرکدو، شیرینی، سیب و غیره ها آراسته شده است. ما در دایره خانواده نیز چنین دسترخوان آراسته میکنیم که زیبی فصل بهار می باشد. ترنه قطار می آید اغم چیوان می آید وقتی بهار می آید موشونی کار می آید در موشونی بهاران بیشار بالا می پرد غزل شرا می پرد ترنه قطار اغم چین بالا خانه دار ارغم چین آمد فصلی بهاران پر لاله شد گوسالان ما با شادی دویدیم یک دامن لاله چیندیم کی است از لاله بهتر از لاله بهتر مادر رمز دیگری نوروز این کرته‌های ملی خاصه چکن است که تاریخ کهن داشته هر یک گل آن به خود معنی خاص دارد. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو جشن نوروز، چکن تاجیکی و فرهنگ سومنک پزی را به فهرست میراث فرهنگ غیر مادی بشریت وارد نمود. طول چند سال است که من به همین هنرهای مردمی مشغول هستم. من در برابر این هنرهای مردمی کسب خودم دخترها را نیز به این راه در این کسب خود را نشان میدهم. طول چند سال است که من در شغل اهالی معلمه شده کار میکنم. طلبه های بسیار دارم. در مدت کورس های کوتاه مدت 2 ماهه دختران را نشان میدهم. این نقش دستوزی ما هیچ وقت از بین نمی رود. نقش دستوزی من کردیگن دخترم در همین عرفه جشن نوروزی کردیگن آماده کرده استادم. من تکسری من کرتوای چکم برای گلدختران وقتی فرمایش میدهند من به فرمایش آنها اجرا کرده موافق دل آنها نقش میدوزم. میخواهم که این کسب و هنر خودم را به نبیره های خودم، به کلین هایم، دخترهایم، فرزندانم، این چنین به دخترکان جوان میخواهم که کسب خودم را نشان دهم. نوروز شد و رو به گلستان داره صد قصه و ارمغان و پیمان داره غم
همچه چی دانی کرم یزدانی برخیز ببین چی باغ و بوستان دارم نوروزی وطن کنون جهانگیر شدسته عاشقانه به نام پاک یزدان دارم شکرانه به نام پاک یزدان دارم. نوروز فرخنده پی در شهر باختر با همه شکوه و شهامت خاصه تجلیل گردید. بار دیگر نوروز بین المللی را به همه هموطنان عزیز مبارکباد میگویم. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. ای خداوند زمین و آسمان، تا به نوروز دیگر ما را